دوستان عزیز شنونده‌های ارجمند، این نوبت نیز باز هم یک جوان موفق رو دعوت کردیم به استودیوی رادیوی تاجیکستان که ایشان در سمت ورزش موفق هستند. سمت ورزش امیدوار هستم که اکثر شنونده‌های ما در این سمت توجه دارند، همیشه پیگیری میکنند کدام نوعی ورزش که ندارند. با کاراته اصلا من از خودی شوق داشتم، چون که بیشتر می‌دیدم با همین جکی چان و بروسلی اینها رو خاموش می‌کردم و می‌خواستم که مثل همونها مقصد من در همین جنگ با همسویانم تیزتر مقصد جنگ شونده. تاریخ این نوعی ورزش معلومات دارد؟ بار اول من 4 سال پیش همین با وقتی که در مسابقه کشت شهر دوشنبه برنامه می‌کردم و 4 حریف خود رو مغلوب کردم و با پنجمش در فینال روبرو شدم که او از من کمی سایز بزرگتر بود، قدی بلندتر هم بود و هنگامی که ما مبارزه می‌کردیم او در همین دقیقه‌های آخرین و همین چشم چپ من یک ضربه سخت زد که از همین چشم من تا مسابقه تا همین انجام یافتن مسابقه از همین چشم من آب رفتن گرفت، ولی من چی کردم؟ او را شکست دادم. قسمت‌های بدن که زدن یا ضربه زدن ممکن نیست. هم در دل خودکار انسان به مربی به آموزگار نمی‌تواند به جاده‌های بلندی تصویر ایجاد کنند.